رفقا چطورید؟ امروز بررسی و موشکافی قسمت 7 از فصل دوم سریال حلقه‌های قدرت رو داریم که رسما قسمت یکی مونده به آخره و بالاخره بعد از مدت‌ها تونستیم یه نبرد بزرگ تو سریال ببینیم. جدا از نبرد یکی دوتا اتفاق فوق جنجالی هم داشت که احتمالاً همتون منتظرید راجبشون حرف بزنیم. قبل از اینکه بریم سراغ نقد من باید بگم که دانشگاهم شروع شده و دیگه توی استودیوی خودم نیستم. الان باید توی شرایط خوابگاهی فقط صدامو براتون ضبط کنم. اگه کم و کاستی حس شد به بزرگی خودتون ببخشید. اسم من آریانه، اینجا چنل گیکی پانکه. بریم سراغ ویدیو. با شروع قسمت 7 میبینیم که کلبرینبور همچنان تحت تاثیر هیپنوتیزم ساورونه و روند ساخت نوحلقه انسانها رو پیش میبره. اون همینطور که کارهاشو انجام میده متوجه یه سری اتفاقات مشکوک میشه. مثلا میبینه که یکی از جواهرات پتک فینور گم شده، اما یه لحظه بعد که دوباره نگاه میکنه میبینه سر جاشه. اون وقتی تو آینه نگاه میکنه در حد یه چشم به هم زدن میبینه که قیافش داغون و به هم ریخته است، اما بیشتر که نگاه میکنه میبینه سالمه. این وسط یه موشی هم تو اتاق وجود داره که یهو میاد وسط اتاق، چند لحظه رو پاش وای میسته، بعد فرار میکنه. کلبرینبور متوجه میشه که این لحظه هی تکرار میشه و همین موش چندین بار به همین شکل وارد اتاق میشه و فرار میکنه. واسه همین شک میکنه که شاید توی یه حلقه زمانی تکرار شونده گیر کرده. برای اینکه از قضیه مطمئن شه میاد زیر یه شمع و با ماژیک علامت میزنه تا ببینه با گذر زمان آب میشه یا نه، که میبینه نه، شمع اصلا از جاش تکون نمیخوره. کلبرینبور با همه اینا میفهمه تحت حقه آناتار قرار گرفته و عصبانی میشه که تو کی هستی؟ چرا این بلاها رو سرم میاری؟ یکی از سوالهای پرتکرار قسمت قبلی این بود که ساورون اون همه میتریل جدید رو از کجا آورد؟ چون پادشاه دورین قبول نکرد میتریل بیشتری بهش بده، چنین چیزی هم ندیدیم که خودش بخواد از جایی بدزده. این قسمت متوجه شدیم که اصلا میتریلی در کار نبود، در واقع خون ساورون بود که کلبرینبور اون رو به شکل میتریل میدید. با این حساب فلز میتریل هیچ نقشی تو شکل‌گیری حلقه انسان‌ها نداشته، که یعنی سریال داره میگه انسان‌ها به این خاطر شرور شدن که حلقه‌شون از بیخ و بن شرارت داشت. حتی حلقه دورفا در این حد شرارت قاطیش نبود. من به شخصه چنین تغییری رو دوست ندارم، یعنی ترجیح میدم اینطوری فکر کنم که حلقه‌ها یکسان بودن اما ذات انسان‌ها اونا رو به سمت شرارت بیشتر هدایت می‌کرد. حالا اینکه خون ساورون قاطی حلقه‌ها بشه یه مشکل دیگه هم ایجاد میکنه. ما میدونیم که ساورون تو ساخت تک حلقه اصلی از خون خودش استفاده میکنه. پس الان این سوال پیش میاد که ساورون تک حلقه رو چطوری میخواد خلق کنه که از همشون قدرتمندتر باشه؟ حلقه آخر میتونه ترکیب میتریل با خون خودش باشه. ماجرا تا اینجایی که تو سریال دیدیم با روند کتاب تفاوت زیادی داشت. برای مثال توی کتاب تا وقتی که ساورون تک حلقه خودش رو نساخته هیچ کس از واقعیت ماجرا خبردار نمیشه. سریال اینطوری به ما نشون میده که کلبرینبور بعد از پرتاب پتکش به سمت پنجره تازه متوجه طلسم ساورون میشه و میتونه واقعیت رو ببینه. به نظرم چیزی که باعث شد کلبرینبور واقعیت رو ببینه شکسته شدن پنجره نبود، چون اگه چنین چیز ساده‌ای قرار بود هیپنوتیزم رو بشکونه پس خراب شدن کل قصر رو سرش بعد زودتر از اینا طلسم رو میشکوند. به نظرم حتی فهمیدن کلبرینبور بخشی از برنامه‌های ساورون بود، چون از قبل نقشه ریخته بود که کلبرینبور رو پیش بقیه روانی نشون بده و طبیعتاً توی این نقشه موفق شد. سکانس گریه کردن کلبرینبور رو خیلی دوست داشتم، هم بازیگر خوبی داره هم این سکانس متفاوت بود. از اونجایی که محوریت اصلی این قسمت هیپنوتیزم ساورون رو کلبرینبور بود، جا داره به داستان مشابهی از کتاب سیلماریلیون اشاره کنم که ساورون همین کار رو با شخصی به نام گورلین انجام میده. گورلین یکی از یاران باراهیر بود، پدر برن که قسمت قبل هم اسمش تو سریال گفته شد. گورلین همسری به نام ایلینل داشت که واقعا عاشقش بود. وقتی گورلین بعد از جنگ سرحدات به خونش برمیگرده میبینه که خونش متروکه شده و همسرش غیب شده. حالا نمیدونست که ایلینل کشته شده یا اسیرش کردن. گورلین بعد این ماجرا فرار میکنه پیش باراهیر، ولی اونقدری افسرده بود که هر چند وقت یه بار به خونه متروکش سر میزد تا شاید اثری از همسرش پیدا کنه. خادمین مورگات هم از این عادت گورلین خبر داشتن. تو یکی از همین روزا که گورلین به خونه متروکش سر میزنه، زنش با یه حال بدی افتاده تو خونه و ناراحتی که چرا گورلین تنها ولش کرده. گورلین وقتی میخواد همسرش رو نجات بده میفته تو تله خادمین مورگات و زندانی اونها میشه. ساورون گورلین رو شکنجه میکنه تا مخفیگاه باراهیر رو لو بده و گورلین فقط از ترس جون همسرش همه چیزو اعتراف میکنه. همین که اعترافش تموم میشه میفهمیم تصویری که گورلین از همسرش دیده بود توهم ساورون بود و همسرش خیلی وقت پیش مرده بود. بعد این اتفاق ساورون گورلین رو به طرز بیرحمانه‌ای میکشه که بره پیش همسرش.
داستان جالبی بود، میخواستم براتون گفته باشم. اورک‌ها تقریباً یه شبانه روز کامل به حمله از راه دور خودشون ادامه میدن تا اونقدر دود و خاکستر تو هوا پخشه که جلوی نور خورشید رو بگیره. یعنی همون کاری که با مردور انجام دادن اینجا هم پیاده کردن که نور خورشید اذیتشون نکنه. طبق داستان کتاب خود ساورون خیلی وقتا از قدرتش استفاده میکنه تا فضا رو برای اورکاش مه‌آلود و تاریک کنه. اینجا هم جالب میشد اگه کمک میکرد که نقشه هاشون سریعتر پیش بره. نقشه بعدی اورک‌ها اینه که راه رودخونه رو ببندن، چون موقعیت سرزمین ارگیان به شکلیه که از سه طرف با رودخونه احاطه شده و همین آب رودخونه میتونه یه مکانیزم دفاعی براشون باشه. اونها با خراب کردن کوهی تو نزدیکی رودخونه راهشو میبندن و اینجا تازه میفهمیم رویای گیلگالات تو قسمت قبلی چه مفهومی داشت. اگه یادتون باشه اون رویای خشک شدن دریاچه و مرگ ماهی‌ها رو دیده بود که همین اتفاق رو الان دیدیم. در ادامه سریال کلبرینبور سعی داره همه رو متقاعد کنه که آناتار ساورونه، اما کسی گوشش بدهکار نیست. ساورون با کنترلی که رو کلبرینبور داره میردانیا رو پرت میکنه پایین تا توسط اورک‌ها کشته شه. خوشحالم که بیرحمی ساورون رو هم میبینیم، چون حس میکردم میخوان ساورون رو دوست داشتنی و قابل لمس نشون بدن که این زیاد چیز خوبی نیست. پادشاه دورین با شنیدن خبر جنگ خوشحال میشه و دستور میده که دوباره حفاری رو برای استخراج میتریل آغاز کنن. ولی خب میبینیم که ناروی خودش متوجه دیوانه شدن پادشاه دورین شده و میخواد جلوشو بگیره. واسه خودم این پیچش داستانی جالب بود، چون همیشه تو داستانهای مشابه میبینیم که یه پادشاه دیوانه میشه و دستورهای غیر عقلانی صادر میکنه، شخصیت‌های فرعی هم بیچون و چرا قبول میکنن. بالاخره الفا برای کمک به ارگیان سر میرسن و میخوان اورک‌ها رو تیکه پاره کنن که یهویی میبینن گالادریل پیششون گروگانه. طراحی زره رزم الفا رو خیلی دوست داشتم، واقعا زیبا و پرجزئیات کار شده. اگه دقت کنید رگه‌های طلایی و نقره‌ای در هم تنیده توش به کار رفته که نماد دو درخت نورانی ولنوره. کلا الفا اکثر طراحی‌هاشون رو بر اساس همین دو درخت ولنور انجام میدن و قبلا همین ترکیب رو وسایلشون دیده بودیم. راستی رفقا حرف درختای ولنور شد. باورتون میشه این طرحی که الان دارید میبینید و یه خانم آرتیست ایرانی طراحی کرده؟ اصلا باورم نمیشه. خودم تازه با خانم سپیده‌دان آشنا شدم و طراحیاش از جهان ارباب حلقه ها انقدر شاهکار بود که میخواستم به شما هم معرفی کرده باشم. لینک طراحیاش تو سایت دیوین آرت رو براتون تو کپشن میذارم. به نظرم شما هم بهش انرژی بدید که بیشتر واسمون طراحی کنه. الروند برای مذاکره به کمپ آدار میره و آدار تو صحبتاش با الروند به مادر جدش ملیان اشاره میکنه. دقیق بخوام براتون بگم ملیان مادر لوسینه و همسر پادشاه ثینگول. اگه نقدای قبلی رو دیده باشید با داستان عاشقانه برن و لوسین آشنایی دارید. ملیان مایای خدمتگزار وانا و استه بود، دوتا از پروردگاران سیاره آردا. ملیان همیشه به خاطر خرد و زیباییش معروف بود که آدار هم به الروند میگه از لحاظ زیبایی به اون رفتی، امیدوارم خردت هم در همون اندازه باشه. همونطور که گفتم ملیان از نژاد مایا بود، یعنی همون نژاد گندالف و ساورون که این یعنی الروند نیمه الف خون نژاد مایا رو هم تو رگاش داره. الروند هرگز این مادر جد خودش رو از نزدیک ندیده، اما گالادریل تو عصر نخست تعامل زیادی باش داشته. یه نکته جالبی بهتون بگم، از اونجایی که تو سگانه اصلی ارباب حلقه ها به اسم نژاد مایا هیچ اشاره‌ای نشده، تو این سریال هم حق استفاده از این اسم رو ندارن. به همین خاطر وقتی آدار میخواد ملیان رو معرفی کنه میگه ملیان والار، یعنی ملیانی که خدمتگزار والار بود، به نژاد مایا اشاره‌ای نمیکنه. خب میرسیم به جنجالی ترین اتفاق این قسمت و احتمالاً کل فصل دوم، بوسیدن الروند و گالادریل. قبل از اینکه بخوام به طریقه رخ دادن این اتفاق تو سریال بپردازم، بذارید رابطه فامیلی این دو نفر رو براتون بگم که عمق مسمومیت ماجرا رو درک کنید. جوری که داستان ارباب حلقه ها مسیر خودش رو طی میکنه، چندین سال دیگه الروند با الفی به نام کلبریان ازدواج میکنه که حدود 400 سال ازش کوچیک‌تره. حالا کلبریان کیه؟ دختر گالادریل و همسرش کلبورن. یعنی گالادریل مادرزن الروند به حساب میاد و جوری که سریال نشون میده الروند با مادرزن خودش داستان داشته. واقعا نمیفهمم چرا چنین چیزی نشون دادن. آیا چنین سکانسی ضروری بود؟ شاید شما الان بگید که نه، اون فقط خواست یه عمل غیر منتظره انجام بده تا حواسشون پرت شه. ولی موسیقی سریال تو این لحظه رسما عاشقانه ترین موسیقی ممکن بود. خود سریال هی سعی میکنه که سگانه اصلی رو به یادمون بیاره و ما طبق سگانه اصلی میدونیم که هر دوتای اینها همسران متفاوتی دارن. حتی فصل اول سریال هم رابطه الروند و گالادریل رو جوری نشون داد که اینا با هم دوستای خیلی خوبی هن، ولی هیچ چیز دیگه‌ای بینشون نیست.
الان یه بچه سال پیدا میشه که بگه نه چه ربطی داره، هر کسی ممکنه چند تا رابطه مختلف داشته باشه. دوست عزیزم، ما داریم راجع به جهان ارباب حلقه ها صحبت میکنیم، نه گیم آف ترونز. اگه هنوز اینو نفهمیدی برو یه بار دیگه سگانه اصلی رو تماشا کن که بفهمی این چیزا تو جهان تالکین، تو تخیلات تالکین جایی ندارن. بعد جدا از همه اینا، این که آدار حتی اجازه بده الروند نزدیکی گالادریل شه هم تخیلیه. یه آدم شرور چرا باید این فرصت رو به 2 نفر بده که خداحافظی رمانتیک داشته باشن؟ در کل اتفاق بیخودی بود. سازنده ها هم فقط اینو تو سریال گذاشتن که تو اینترنت بترکه و ترند شه. رفقا، من تو نقد قبلی سعی کردم تفاوت نژاد اورک و اوروک های رو واسهتون توضیح بدم، چون اینطور که آدار رو اسم اوروک تاکید داشت احساس میکردم منظورش همون اوروک هایی باشه. ولی تو این قسمت دیدم یکی از اورک‌ها هم نژاد خودش رو اوروک خطاب میکنه و با کمی تحقیق فهمیدم واژه اوروک همون معادل اورک تو زبان سیاهه. پس وقتی آدار خودش رو اوروک خطاب میکنه منظورش چیز متفاوتی نیست، کلا نباید به اوروک های ربطش بدیم. هرچند از لحاظ شخصیتی کاملا با اوروک های مطابقت داره، چون هم باهوشتره، هم هیکل بزرگتری داره، هم با نور خورشید مشکلی نداره. دورین الان توی یه موقعیت سختی قرار گرفته، چون به الروند قول داده بود ارتشش رو برای کمک بفرسته، اما الان مردم خودش بهش نیاز دارن. من واقعا این دوراهی‌های سخت رو دوست دارم و امیدوارم ادامه داستان انقدری کلیشه‌ای نباشه که یهو لحظه آخر دورفا پیداشون شه و همه رو نجات بدن. حداقل یه نمه متفاوت باشه. ساورون کلبریمبور رو مجبور کرده که ساخت حلقه ها رو تکمیل کنه. اون تفاوت خودش با مورگات رو اینجوری بیان میکنه که چیزی که مورگات میخواست نابود کنه من میخوام به کمال برسونم. یه جایی هم تو حرفاش میگه تا به حال به این فکر کردی که شکنجه شدن توسط یه خدا چه حسی داره؟ خیلی حرف ترسناکیه ها، بهش فکر کنید خود خدا بخواد شرور باشه و شکنجهتون کنه. این قضیه که ساورون میخواد خودشو متفاوت با مورگات نشون بده کاملا تخیلات سازنده های سریاله، چون طبق داستان کتاب ساورون همیشه به مورگات وفادار بوده و خودشو مورگات دوم میدونه. این مستقیما توسط خود تالکین تایید شده. کلبریمبور به ساورون میگه که تو بهترین فریب دهنده ای، چون خودت هم فریب میدی. کلا گفتگوی جالبی داشتن. کلبریمبور بعد رفتن ساورون میخواد حلقه ها رو نابود کنه و اونا رو تو آتیش میندازه، اما وقتی درشون میاره میبینی که حلقه ها کاملا سردن و هیچ مشکلی براشون پیش نیومده. این ماجرا خب اشاره به فیلم یاران حلقه داشت که فرودو تک حلقه رو تو آتیش میندازه و وقتی برش میداره حلقه کاملا سرده. کلبریمبور برای رهایی از زنجیر ساورون انگشت شست خودش رو کامل قطع میکنه که فکر نکنم اصلا لازم بود چنین کاری کنه. همین که انگشت شستشو میشکوند یا از جا در می آورد دستش بیرون می اومد. خب آقا بالاخره دمراد اژدهاخوار رو دیدیم. من خیلی به دمراد امید بسته بودم، مخصوصا به این خاطر که تو اولین حضورش همچین با هرس میگفت ساورون کجاست. من اسم میکردم تقابلش با ساورون داستان جالبی رو رقم بزنه، ولی نگو که کل خاصیت دمراد این بود که 2 نفر رو بکشه، تهش هم خودش بمیره و حتی نفهمیم چرا اینقدر از ساورون متنفره. یکی از سکانس های مورد علاقم تو این قسمت وقتی بود که ساورون کنترل همه سربازها رو به دست گرفت و کاری کرد که همدیگه رو بکشن. یه نمه افسوس میخورم، چون میتونستن همین سکانس رو خیلی هولناکتر و اثرگذارتر به تصویر بکشن، اما مثل یه چیز عادی نشونش دادن. اروندیر بالاخره با آدار رو در رو میشه که انتقام برانوین رو ازش بگیره، ولی خب خودش بیشتر زخمی میشه و الان دم مرگه، هرچند قطعا به این زودی نمیکشنش. کلا حضور اروندیر تو این فصل اصلا به دلم ننشست، فکر میکنم کلا بیخود بود، حذفم میشد هیچ فرقی نمیکرد. قسمت هفتم در حالی به پایان میرسه که آدار الروند رو زخمی میکنه و حلقه ننیا رو از چنگش بیرون میاره. در آخر برای جنبندی حرفام باید بگم اصلا این قسمت به مزاقم خوش نیومد، چه از لحاظ سرگرم کننده بودن چه احساسی بودن اپیزود ضعیفی بود. اکثرا از خط داستانی کلبریمبور و ساورون تعریف میکنن که خب منم درک میکنم نسبت به بقیه اتفاقات سریال قشنگتره، ولی بازم چیزی نیستش که بخواد کیفیت کل سریال رو بالاتر ببره. نمیدونم تو عمرتون چقدر سریال چرت و پرت دیدید که فقط گول زدن‌های یه آدم انقدر شما رو به وجد میاره که بخواید با جون و دل از سریال دفاع کنید. در مورد نبردش هم اصلا نمیخوام صحبت کنم، مگه میشه یه نبرد اینقدر ضد حال و بیخود باشه؟ سگانه ارباب حلقه ها 2 قرن پیش ساخته شده با بودجه محدودتر و جلوه های ویژه محدودتر، ولی اون چی بود این چیه؟ حالا خیلی دارم به سریال آسون میگیرم که با سگانه مقایسش میکنم، وگرنه تو همین مدیوم سریال ما نبرد حرومزاده ها رو تو سریال گیم آف ترونز داشتیم که خب خودتون میدونید چه شاهکاری بود. یه چیزی که این قسمت خیلی رو مخم بود انتخاب های موسیقیشون بود. هر 2 دقیقه وسط جنگ موسیقی
یه جوری تغییر میکرد که کل فاز سریال رو به هم میریخت. یه لحظه عاشقانه بود، لحظه بعد حماسی میشد، 2 دقیقه بعد موزیک آرام بخش واسه درس خوندن بود. باعث شده بود لحظه لحظه سریال برای من مصنوعی باشه، چون انگار خودشون هم حس و حال درست اون لحظات رو نمیشناختن. رفقا خیلی ممنون که تا اینجای کار با من همراه بودید. دیگه فقط یه قسمت از فصل دوم باقی مونده که منم مثل شما امیدوارم قسمت هیجان انگیز و قابل تماشایی باشه. حتما نظرتون رو چه راجع به سریال چه راجع به حرفای من تو کامنت ها برام بنویسید. تا ویدیوی بعدی ما تو چنل گیکی پانک مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.